حضرت لقمان علیه السلام برای بچه‌ش میگه؟ یا بنیه، میگه ای بچگک، بچه‌ش نصیحت میکنه یا بنیه لا تشرک بالله، والله شریک نبیا. اولین وصیت حضرت لقمان علیه السلام برای بچه‌ش چی است؟ یا بنیه لا تشرک بالله، ای بچگکم برای الله شریک نبیا. بعد از این برش چی میگه؟ بعد از این میگه یا بنیه اقیم الصلاه، ای بچگکم نماز بخوان. این نمازت که تو هستی، الله متعال نماز را بسیار دوست داره. صفات اول مؤمنان را کسایی که جنت فردوس میره به نماز شروع کرد الله متعال، و صفاتشان را هم کسایی که داخل جنت فردوس میره باز هم صفاتشان را به نماز ختم کرده. الله متعال میفرماید قد افلح المؤمنون، مؤمنها کامیاب شد. کدام مؤمنها؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، که در نمازشان خشوع میکنن. نماز بسیار با عاجزی میخوانند، نماز را بسیار به تضرع میخوانند، بسیار در حضور الله قسم استاد میشه، مثل که الله را میبینه قسم نماز